سوال ما، درخواست ما از طالبان این است که قاتلین مولوی متوکل کجا هستند و شما خوب میدانید که کجا هستند و شما خوب میدانید که یکی از فرماندهان شما هستند، یکی از نزدیکان شما هستند که تعدادی افراد مسلم در دور و بر خود دارد. چرا او را محاکمه نمی کنید؟ این شریعت نیست؟ این عدالت نیست؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. جان ناقصی مرا این چه حیثیت داره؟ اگر الله سبحانه و تعالی بر رضامندی خود در راه خدمت و فداکاری دین خود قبول کنه، از این کده نعمت عظیم دیگه است. هزارها سال شکری الله سبحانه و تعالی را باید بکن که الله تو جان مرا قبول میکنی. یک دفعه متوجه شو سری کجا حمله کرده ای؟ ای کاش که تو ملا و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنی. امروز غم میکنی. قرآن برات چی میگه؟ و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون.